سلام از اونجایی که خیلی دلتون برام تنگ شده و من اومدم با یه طرح پاییزه خیلی خفن. بچه‌ها برای این کار فقط کافیه لایه لاکچل مشکی بزنیم، بذارین دستگاه خشک بشه. درش میاریم اینجا، دیگه نوچی کارو نمیگیریم. با این پودرای رنگی که خلاصا نمیدونم چی، مثلا اینجوری میچینیم رو هم. بچه‌ها پودر پیگمنته. بعد اضافیاشو میگیریم و یه لایه تاپ کات میزنیم، میذاریم دستگاه و کار جمع میشه. تمام. این پرکاربردترین طرح و راحت‌ترین طرحی که میتونم بهت بگم. اینجا من یه لایه لاکچل مشکی زدم، گذاشتم یوگی خشک شده، درشو بردم. دارم با بلومینگ ژل کل ناخنمو کاور میکنم. برمی‌دارم با میله داتینگم روی خیسی بلومینگ ژلم دونه دونه از اینا میذارم. بچه‌ها با هر رنگی که دوست داشته باشین میتونین شما استفاده کنین. من چون مشکی و سفید خیلی به هم میامه، یه رنگ خاصیه، اینجوری کاور کردم. و اینکه کل ناخنمو نمیخوام کاور کنم، یه سمتشو میخوام کاور کنم. شما هر جور دوست دارین میتونین کاور کنین. اجازه میدم کامل پخش میشه، میذارم یوگی خشک میشه و در آخر یا تاپ کات میزنم یا تاپ مات که من تاپ